سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، شما گپ های ای برادر را بشنوین که در مورد ما چه قسم قضاوت میکنه. باز من سر گپایش تبصره میکنم. نامش از ظاهر دایی. ظاهر دایی یکی از مولوی های مشهور افغانستان است. بالا از این عمله قلبی چند سال پیش آمده بود و من در شفاخانه علی آباد کار میکردم. ایرا آوردن، روزونو کریم بود با کمک دکتر صاحبای دیگه بخشا و دکتر صاحبای که نوکری بودن. امروز عمله قلبی از این کنترل کردیم و زندگی از این نجات دادیم با کمک خداوند. ولی اینی آدم دمی ویدیوش که شما میبینین میگه که کسی که در خارج زندگی میکنه کافر است. یادم میاد روزی که ما تداوی کرده بودیم ایرا حتی از ما تشکری هم نکرده بود. ولی به هر حال اون مهم نیست. ولی چرا ما را کافر میکشی او آدم؟ دوستان عزیز، اول شما میفهمین که وقتی کسی مریض باشه، من راستی دکتر نمیشناسم، چون در اون شفاخانه علی آباد دکترای بسیار زیادی بودن و تقریبا بیشتر از 10-12 دکتر بالای سر من میامدن و پرسان میکردن و کسایی که در اونجا بودن واقعا در شفاخانه علی آباد زحمت کشیدن. ما از تمامشون هر وقت تشکر کردیم. اما مشخصاً برادر که علاقمند ازی هست که مریضایش باید از پیش تشکر بکنه. وظیفه یک دکتر طبی یک وظیفه بسیار خوب و پاک است و وقتی انسان وظیفه خود انجام میده، وظیفه انسانیش انشاءالله الله متعال در دفتر اعمالش رو محاسبه میکنه و اگر مریض در حالت می باشه که نمیتونه از پیش ازی تشکری بکنه، چون او در درد خود می باشه، در غم خود می باشه و در مشکلات خود می باشه و وقت واقعا من زیاد مریض بودم و مشکلاتم زیاد بود و یا هم مثلا از پیش ازی میره. خب همیشه انسان بر هر کسی که خیر میرسانه الله متعال برش اجرش میرسانه. ولی جای تأسفی است برادرای عزیز، خواهرای محترم، که بسیاری کسا در حالی که مثلا انسان از یک بیسواد یا یک انسان جاهل یا یک انسان بیدین گلیش نمیه. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. ولی گلیش از یک جوان تحصیل کرده، یک انسانی که خصوصا طب خوانده و دکتر طب است و خودش نظر به گفتن خودش و من نمیشناسمش حقیقتا، کلیپش شنیدم، خواستم درباره‌اش تبصره داشته باشم. متاسفانه وقتی ما درس میدیم، ببینین در اینجا یکی از مولوی های مشهور افغانستان در حالی که او وقت من در شفاخانه کدری علی آباد بستر شدم، من حیث استاد پوهنتون کابل و بایدی دکتر صاحب میگفت که یک استاد پوهنتون است و میگفت که یک استادی که پوهنوال رتبهش است و در پوهنتون کابل است و این شفاخانه کدری بود و اکثرا استادا در اینجا کارده میشن. حتی برای من در بخش VIP رئیس شفاخانه و دیگر دکترای شفت که آمدن احترام کردن، واقعا خدمت زیاد کردن. ولی تاسف من با این دکتر صاحب محترمی است که متاسفانه اینا گپ نمیفهمن و یا نمیخواین بفهمن و یا همون قسم که نظر دارن در نظر خود ایره میگن. دوستای عزیز، من در کلیپ واضحا وقتی از پیش ما سوال شد تشریح کردم که دوستای عزیز، طاغوت در کشورهای غربی که از حکم طاغوت است. طاغوت باید اول بشناسیم که طاغوت چی هست. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که طاغوت هر کسی که اطاعت شوه یا عبادت شوه یا متابعت شوه از مخلوقان. اگر یک مخلوق عبادت میشه و این مخلوق از او عبادت خود شرط آمزده راضی می باشه، مثلا یک نفر پیش پای یک کسی برش سجده میکنه و این شخص از سجده کردن مردم در مقابلش یا در پایش، مثل که پیش بت‌ها خود میپردن، بعضی کسها پیش انسان‌های زنده امو انسان زنده را بت خود جور میکنه و در پیش پایش خود میپرده. اینالی این شخص باید مانع ازی شوه.
اما اگر ای راضی می باشه، امی انسان به یک طاغوت مبدل میشه. دوم، طاغوت کسی است که مثلا حلال و حرام الله را تغییر میده، مثلا حلال حرام میسازه و حرام حلال میسازه، مثل علمای یهود و نصارا. اینا هم طاغوت گفته میشن. چرا؟ حکم الله را تغییر دادن. و سوم، طاغوت کسی است که قانون، یعنی قانون را میسازه که این قانون ازی مخالف قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی مخالف شریعت الهی، شریعتی که در قرآن عظیم شان، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در اجماع اسلام هست، علمای اسلام. ای به ضد شریعت الله یک قانون می سازه. مثلا الله زنا را حرام کرده، در اینا قانون می سازن که زنا در اونجا حرام نباشه، یعنی ممنوع نباشه. بناهن کسایی که این قسم قانون می سازن اینا طاغوت گفته میشه. و طبعا شما میفهمین که در بسیاری از کشورهای غربی یا به کلشان قانونشانه که پارلمان هایشان جور کردن، قانونشان قانون طاغوتی هست. و این دکتر صاحب باید بفهمه که مثلا شما وقتی که دکتر طب هستین، در اصطلاحات شما مثلا HIV هست، ایدز، مثلا وقتی یک مریض پیش شما میه، بالاخره برای این مریض شما میگین که شما این تکلیف دارین، یا برای عمو خانوادی ازی، برای فامیلش میگین که این تو یک مرض داره و این مرض را میکشه و این باید تداوی شوه یا عملیات شوه یا به جای دیگی که اگر اینجا امکاناتش نیست تداوی شوه. این حال از نگاه اسلام یکی فتوا دادن است که مشخصا مثلا یک کسی بگویه که اینمی دکتر صاحب کافر است، در حالی که در سخنهای ما مشخصا من نگفتیم که فلان شخص یا تو دکتر صاحب کافر هستیم. ولی قاعده عامه را اگر شما میدین در صنف درس میتین، خود طبعا معرفی میکنین که اینی مرض است و اینی دوایش است. ما هم مکلفیت داریم که بیان بکنیم برای مردم، برای دوستایی که میخواین که در روز قیامت باز ما را ملامت نسازن که والا کسی برای ما نگفته بود، یا شاید شما بگوین که وقت گله بکنین که استاد من ایسی یک دکتر بودم و چقدر خدمت شما را کردم و شما را از حمله که بالای شما آمده بود کوشش کردم که شما نجات پیدا بکنین و بر شما شبها تا صبح بیدار مانیم و خدمت شما را کردیم، شما چرا حق بر ما نگفتین؟ این حال ما برای هر برادر مسلمان خود، به هر خواهر مسلمان خود بیان میکنیم چیزی که واقعیت است، نه من حیث ازی که من فتوا بودم شخصا بالای کسی. من سر خودت الله از پیشت بخواد سوال کرد در روز قیامت که ما مشخصا نه نامت گرفتیم، نه تو را گفتیم که تو کافر هستی و نه هم من تو را مشناسم. او برادر چرا مرا میگی؟ باز میگی چرا مرا کافر میگی؟ من خود دکتر تو هستم. وقتی تو را کسی کافر میگه که نامت، نام پدرت گرفته، وظیفه تا گرفته، خوب معرفیت بکنه و بخیزه و بگویه که فلانی نفر کافر است. من نگفتی میگی، قسم مشخصا که خودت گفته باشم، ولی خودت سر من تهمت کردی. اینال انشاءالله در روز قیامت وقتی که محاسبه میشه، من در قطار خودت خواهد استاد شدم و از خودت خواهد سوال کردم که وقتی خودت خیستی و در میدیا و یک کلیپ گذاشتی و شاید کلیپت هم به میلیون ها نفر ببینه، سر من تهمت کردی که مرا کافر گفتی، در حالی که من قاعده را بیان کردیم. بله قاعده را هم بیان میکنم که دوستای عزیز، برادرای محترم، خواهرای عزیز، قوانینی که در این کشورهایی که هست، چی در کشورهای اروپایی هست و یا در ایالات متحده امریکا هست یا در روس هست و در این کشورهایی که هستن، اینا قانونشان موافق قرآن و سنت نیست و خودت ایره از مکده خوبتر میفهمی و کسایی که در اونجا زندگی میکنن کلشان میفهمن که قوانین از اونا قوانین موافق قرآن و سنت نیست، مخالف ازی هست. مثلا در قرآن اگر یک کس زنا میکنه،
ولو که هر دویشان، گوش کنید خوب دقیق، ولو که هر دویشان موافق باشن، اینا مجرم هستن، اما در این کشورها اگر 2 نفر زنا میکنن و موافق باشن باز جرم نیست. پس این قانون ضد قانون اسلام است، ضد شریعت است. یا مثلا همجنسگرایی در اسلام حرام است. اگر یک کسی مرتکب ازی میشه این گناهکار است و مجرم است و باید توبه بکنه و از گناههای کبیره هست. اما در اونجا نظر به قانون اینمی چیزه به اختیار مردم گذاشته و برشان اجازه داده میشه. این حال خودت خوب میفهمی نسبت به ما که اینی قانون هایی که در اونجا ساخته شده است، این قوانین ضد قرآن و سنت است، ضد شریعت اسلامی است و خوب دقیق میفهمی. من مشخصا بر خودت نمیگم، من حیث یک معلم، من حیث یک استاد، وقتی از پیش من کس سوال میکنم میگم بله این کشورها که هست قوانینشان قوانین طاغوتی هست. حال شما که در این کشور میرین، در این کشورها میرین، حکمتان چی هست؟ یکی حکم اصلی و عام ازی هست که ما باید برای دوستا بگوییم، به خاطر ازی که اگه امروز ما نگویم و مرگ ما چیز نمانده، عمر ما در نهایت است و بالاخره در روز قیامت با هم ملاقات میکنیم و شما باز از یخن ما میگیرین که شما ما را نفهماندین و در این باره چیز نگفتین. من فتوا نمیدم. شما باید من حیث یک دکتر طب، من حیث یک انسان تحصیل کرده باید فرق بکنین بین یک استاذ. شما وقتی در صنف طب میرین، یک دکتر طب یک مرض بیان میکنه، تشریح میکنه، ولی دکتر دیگی که باز پیشش مریض برده میشه او را عملیات میکنه. فرق از بین این دکتر که عملیات میکنه و بین او دکتری که استادی که درس میده فقط. این حال در اسلام یکی استاد است، معلم است، یکی قاضی هست، یکی مفتی هست. من مفتی نیستم، رتبه مفتی را ندارم و رتبه قاضی را هم ندارم. رتبه من یک استاد است. پس من وظیفه است که باید قاعده را تطبیق بکنم، قاعده را معرفی بکنم. اما اگر مشخصاً خودت پیش مبی، من برات میگم برادر عزیز پیش فلانی عالم مفتی برو و مشکلت پیش از او بگو که من در کدامی از اینا میم. مثلا یک نفر میره به خارج و خودش جست خودم سر قرآن میمانه چون در محکمه از اونا و میگه که من قسم به میخورم که من اینمی قانون شما را قبول دارم 100% و مخالفت زیر نمیکنم. پس این قانون طاغوت خودش به اختیار خود قبول کرد، در حالی که در مملکت خود یا در جای دیگه که اگر هست بر از این مشکل نبودی، فقط به خاطر زندگی کردن در اونجا هست. این حال اگر کسی قانون طاغوت به اختیار خود قبول میکنه، در حالی که در قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، انسان باید به طاغوت کافر شود، یعنی بگوی لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و قانونش و احکامش و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. ببین اول نفی میکنین فمن یکفر بالطاغوت، اول باید طواغیت رد بکنین، بگین که میره قبول ندارم و یؤمن بالله، اینی باز ایمان بیاره به الله، فقد استمسک بالعروة الوثقی. لکن اینمی قاعده هست که اگر کسی به دل خود قانون طاغوت قبول میکنه، اینمی انسان در جمله نواقض ایمان است، یعنی ایمان عظیم مشکنه، ای از دایره ایمان خارج میشه. خب آیا استثناءاتی وجود داره؟ بله استثناءاتی وجود داره. مثلا اگر از شما یک کسی پرسان میکنه میگه که گوشت خوک چی حکم داره، شما برش چی میگین؟ برش میگین که گوشت خوک خوردنش حرام است. آیا استثناء داره؟ میگین بله، اگر در حالتی که یک انسان به حالت قرار داشته باشه که در یک منطقی هست که از گشنگی میموره و دیگه هیچ چیز نیست بغیر از گوشت حرام خوک، ای چطور کنه؟ برای این استثناء هست که این میتونه به اندازه ضرورت از این گوشت خوک بخوره. زندگی کردن در این کشورها، رفتن به این کشورها، اینم یک استثناء داره.
ما ایره بیان کردیم، لکن شما نمیخواین که او استثناء را یا کلیپ مکمل بشنوین و ببینین که در این جمله اگر شما در این استثناء میایین، خودتان سر خود حکم بکنین. خودتان در روز قیامت که خالقتان روبرو میشین و او عالم الغیب است. من از قلب خودت خبر ندارم، مشکل خودت نمیفهم و سر خودت نمیتونم فتوا بدم. چون بسیار کسایی هستن که در این کشورها به اساس مجبوریت مثلا در وطن خودش خطر مرگش است، بناهن از مرگ فرار کرده از ترس چیز و اونجا موقتا به خاطر ازی میره زندگی میکنه که ما خود روزی که در کشوری که خودم از آرامی شوه و کس مرا غرض نگیره، من پس به وطن خود برم. یا مثلا یک کسی برای تداوی میره، استثناء هست و اینه ما گفتیم، اما متاسفانه دکتر صاحب محترم، تشکر ازی که مرا تداوی کردی، تشکر ازی که زحمت کشیدی. ببخشی، بسیار معذرت میخوایم که وقت زیاد مریض بودم، متوجه نشدم که باید شما را در جمله 15-20 دکتری که اونجا بودن، شاید شما را دقیق ندیدم، فکرم نشد که از پیشتان تشکری میکردم. از پیشتان تشکری میکنم. اینجا باید بفهمی که آیا داری استثناء هستی؟ مشکل داری؟ در خطر مرگ هستی؟ استثنایی که آیا برای تداوی رفتی؟ یک کسی میره در کشور خودش تداوی نمیشه، میره در کشور که اونجا تواقیت است، مثل هندوستان، برای تداوی میره. من هم هندوستان رفته بودم برای تداوی و اونجا بودم تقریبا چیز کم 1 ماه. خب یا یک کسی مثلا میره در کشور خودش یک علمی که ضرورت است از نگاه تکنولوژی و در کشور خودش نیست و او را کشورش رو روان میکنه تا که او علم یاد بگیره. یک کسی برای تجارت میره موقتا، یک کسی میره برای دعوت که در اونجا دعوت اسلامی بکنه، ولی اونجا وقتی که دعوتش ختم شد پس به مو جای میره. در این قسمت برادر عزیز آیات است، احادیث است، باید طاغوت بشناسین، شما نواقض ایمان بشناسین و ببینین که اگر ما غلط گفتیم، مثلا در نواقض ایمان نیست یا مثلا استثناءات ما بیان نکردیم، این حال خودت میفهمی، خالقت میفهمه که در این استثناءات این مشکلات داری و یا نداری. از این خاطر دوست عزیز امیدوار هستم که وقتی یک درس براتان داده میشه و این درس مشنوین، خوب دقیق گوش بگیرین و محتوایش بفهمین، اصل حکم بشناسین، استثناءاتش درک بکنین و فرق بین یک استاذ و یک مفتی و یک قاضی. مفتی حکم میکنه، قاضی مثلا قضاوت میکنه، فیصله میکنه، استاد یک قاعده را تشریح میکنه، در یک صنف میره یک درس تشریح میکنه و ای که بالای کدام شخصی حکم تطبیق میشه، ای به عالم مفتی و قاضی نیاز داره که مشخصا نام گرفته بگویه که فلانی شخص با اینی کل چیز. و اما قاعده عامه هست. این حالا شما اگر از الله میترسین و در خوف هستین که در این قاعده، یعنی در استثناءات نمیایین، ترک بکنین و به جای برین که اونجا حداقل مردمش مسلمان باشن و در بین مسلمان ها زندگی بکنین. چرا احادیث دیگه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که من از او کسای بیزار هستم که در بین مشرکین اونا زندگی میکنن. به این شکل متوجه باشین و دوست عزیز، ما به خیر شما، به خیر دوستا، برای بسیاری کسایی که میخواین بفهمن برشان این درس میگه بدون از اینکه مشخصا نام شما را گرفته باشین و مشخصا شما را کس گفته باشن، به خاطر از اینکه بسیاری از دوستایی که در کشورهای اروپایی و امریکایی و روسیه و اینجا میرن، استثناءات بر خودشان معلوم است و مشکلاتی که دارن، بنابراین نمیشه که سر کلگی یک قسم حکم کرد. حالت هر شخص دیده مطابق از اون حکم میشه و ای که مثلا بالای شما کدام یکیش تطبیق میشه، از مکد خودتان خوبتر میفهمین. از این خاطر میگه استفت نفسک، از نفس خود فتوا بگی که خودت
در این شامل هستی یا نیستی، در کدامش شامل میشی و خودت میفهمی و آخرتت میفهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.